پیامرسانی تلگرام در تاجیکستان هم فعلا باز نمی شود. مشتریان این شبکه پیامرسانی نصف روزی 29 مارس گفتند که در کاربرد این خدمات مشکل دارند. درباره مسدود شدن کار این پیامرسان در سراسر جهان مؤلفان آن هم رسما خبر دادند. روز 29 مارس ساعت 15 به وقت مسکو گروه مؤسسان تلگرام توسط شبکه اجتماعی توییتر گفتند که در یک بخش سیاره اروپای غربی، خاورمیانه و افریقا کار این پیامرسان برقرار شده، در قسم دیگر جهان از جمله آلمان و ایران و کشورهای مشترک المنافع دسترسی به این شبکه برقرار نشده است. صاحبان شبکه گفتند که مسدود شوی کار تلگرام روز 29 مارس ساعت 11 به وقت مسکو شروع شد و شکایت ها از بی‌عمل شدن آن از اروپا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع به دست آنها رسید. مشکلی اصلی در باز کردن پیامرسان بوده است. پاول دوروف مؤسس این پیامرسان گفت که مشکل در قطع نیرو در سرورهای تلگرام است. مؤسسان برنامه از مشتریان در دیگر نقاط سیاره خواستند که کمی تحمل کنند و به زودی کار این شبکه برقرار می شود. این پیامرسان سال 2013 تأسیس شده. به اطلاع پاول دوروف ماه مارس سال 2018 در جهان 200 میلیون مشتری داشت. کاربران تلگرام در تاجیکستان میگویند بخش اعظم مشتریان این شبکه جوانان بوده به خاطر ارسال آسان مواد ویدیویی و صدایی و خدمات پیامرسانی گروهیش مورد توجه قرار دارد.